وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. شما به یک نکته دیگه اشاره کردید، گفتین متاسفانه امروز اما نظریه الحاد یا بیدینی یا انکار وجود الله متعال داره در جامعه ما نشر میشه. میشه سبب انتشار این فکری غلطه به شکل یک جمله معترض اگر برای ما بگوین؟ آیا فکر میکنین که دلیل این جهل ما با دین یا دینی را که یک تعداد البته آمدن معرفی کردن و دین اصلا با عقل سلیم با فطرت سلیم سازگاری نداره و او باعث شده که فکر الحاد ترقی بکنه و منتشر بیشتر شود؟ همون کنی که اشاره کردیم یک بخش هستش همین هست. الله متعال وقتی که درباره کسانی که از راه خارج شدن، چه کسانی که به شرک مبتلا شدن، چه کسانی که کلا منکر وجود الله متعال شدن، وقتی درباره اینها صحبت میکنه میفرماید و ما قدر الله حق قدره. الله رو اونگونی که باید بشناسن نشناختن. الله متعال به عنوان خالق به اونها گونه‌ای که باید معرفی بشه و حقش ادا بشه نشده. این برمیگرده اگر کسی در یک جامعه اسلامی زندگی میکنه و الله متعال رو نشناخته و میاد به مسیر دیگری روی میکنه، این مشکل از خودشه. این مشکل از اینه که الله متعال رو اونگونه که باید بشناسه نشناخته. این مشکل از اینه که در فضایی که زندگی کرده الله متعال خوب معرفی نشده براش. مشکل از کسایی نیست که آمدن خدا را به طور دیگر معرفی کردن. نمیتونیم بگیم مشکل از اونها نیست. طبیعتا کسانی که به هر حال رأس مشکل اونها، رأس مشکل کسی هست که به عنوان به هر حال دین رو بازاری کرده برای به دست آوردن اهداف شخصی خودش. ما می‌بینیم در خیلی بسیاری از متاسفانه جوامعی که منتسب به اسلام هست، ما می‌بینیم که خیلی ها دارن از دایره اسلام خارج میشن و طرف اصلا میگه اصلا خدایی نیست، فلانی و فلانی و فلانی ما رو بازی داده بودن تا پول ما رو بگیرن، جان و ناموس ما رو بگیرن. مشکل سر اینه. البته ولی در این عصر و زمانی که ما زندگی میکنیم الان اگر بخوایم ببینیم خب آقا من فلانی منو گناه کرد، فلانی منو از راه بیراه کرد، این بهانه قابل قبول نیست. برای کسی که برای خریدن یک یخچال برای خانه خودش حاضر نیست که بره، چون همسایه گفته فلان یخچال خوبه پس برم من همین یخچال رو بخرم، چون فلانی گفته فلان ماشین خوبه من میرم فلان ماشین رو میخرم، چون فلانی گفته فلان کار خوبه من میرم فلان کارو میکنم، چون فلانی گفته فلان رشته دانشگاهی رشته خوبی من میرم فلان رشته رو میخونم، هیچ وقت این کارو ما نمیکنیم. در دنیای خودمون ما میریم 100 تا جا تحقیق میکنیم، از این میپرسیم، از اون میپرسیم، از این میپرسیم، از اون میپرسیم، اختیار دنیای خودمون رو بر کسی نمیدیم تا به این یقین نرسیم، تا به این اعتماد نرسیم که واقعا بهترین انتخاب در شرایطی که من دارم این هست، ما انتخاب نمیکنیم. اما در دینمون وقتی که اختیار دینمون همینجوری میدیم به اینو، میدیم به اونو، میدیم به اینو، میدیم به اون، وجدنا علیه آباءنا کذالک یفعلون، بابام اینجوری بوده، مادرم اینجوری بوده، منم هستم دیگه. این دینی که ارثی شد، دینی که چون در شناسنامه بابای من دینش این بوده، مذهبش این بوده، باورش این بوده، آخرش میشه این. چون من این رو بهش ایمان نداشتم، من این ارث بردم، به این ایمان پیدا نکردم، به این اعتقاد پیدا نکردم، یقین پیدا نکردم، بهش نرسیدم، اصلا من این رو دنبالش نرفتم. من از روزی که به دنیا آمدم دیدم بابام این کارو میکرد، منم این کارو میکنم. خب چرا این کارو میکنی؟ بابام این کارو میکرد. چرا این کارو میکنی؟ مادرم این کارو میکرد. با اینه که مشکلی که ما وقتی که میایم در باب ایمان وقتی که صحبت میکنیم، ما باید ببینیم آیا ایمان ما یک ایمان ارثیه یا نه، یک ایمانیه که ما واقعا با تمام وجودمون بهش رسیدیم. و همین خاطر میگم از صفر باید شروع کنیم. ما باید از صفر شروع کنیم. آیا من مسلمان، حتی من بچه مسلمان، آیا برای من وجود الله متعال به عنوان یک اصل، به عنوان یک قطع، به عنوان یک باور یقینی ثابت شده یا نه؟ شک دارم درش. این آیا این گونه است یا نه؟ از اینجا باید شروع کنیم. اگر این گونه نیست، این اسلام ارثی من، این دین ارثی من به درد من نمیخوره. این ایمان درونیه که منو میرسونه به اعتقاد، میرسونه به عمل، میرسونه به عبادت. وگرنه تو وقتی که بابای من بالا سر من هست نماز میخونم، بابام که نیست من نماز نمیخونم. مسلمونه میگه خدا هست ولی نماز نمیخونه. چرا نماز نمیخونه؟
میگه من انگار که یک مثال ساده تر ادعا میکنه که من عاشق فلانیم، من شیفته و کشته فلانی هستم، ولی سر قرار نمیره پیشش، ولی حاضر نیست باش صحبت بکنه، حاضر نیست دیدنش بره. عشقشو قبول کنیم، ادعای عشقشو قبول بکنیم و باور بکنیم، یا این دوری و بیزاری و بیمهری رو تایید بکنیم؟ کدومش رو؟ این دوتا با هم جور در نمیاد. مشکل از اینه که ما خیلی از باورهایی که داریم یک باور ارثی است. ما در ایمان بالله تعالی، حتی در ایمان بالله تعالی خیلی از مواردی که ما داشتیم، خیلی از ایمانی که ما داریم، خیلی از ماها یک ایمان ارثیه. خدا هست، خب هست، اگه خدا هست چرا دزدی میکنی؟ خدا هست چرا عبادت نمیکنی؟ خدا هست چرا گناه میکنی؟ ما یک جایش میلنگه، یک جایی از کار ما میلنگه، یک جایی از کار ما مشکل داره. اینه که ما از صفر اگر بخوام یک بررسی بکنیم، اولین مرحله همونی که اشاره کردیم که بحث اثبات وجود الله تعالی است. و این برای همه انسان هست. هر انسانی الان من یک مسلمان میخوام برای غیر مسلمان بگم آقا بیا مسلمان شو، خب میگه چیکار باید بکنم؟ میگم خدا هست. خب این خدا رو برای من ثابت کن که هست. این خدا چی هست؟ کجا هست؟ از کجا چطور میتونیم ثابت بکنیم؟ اگر بخوایم درباره اثبات وجود الله متعال صحبت بکنیم، دلایل انقدر بیشمارن که به تعداد ذرات عالم برای اثبات الله تعالی دلیل وجود داره و بلکه بیشتر. اما اون چیزی که همه روش اتفاق دارن، خیلیا میگن الله نیست، اصلا خدایی نیست، اصلا این دنیا هیچ خالقی نداره. اما همین آدم خودش نظریه پرداز در انکار وجود الله متعال رد میکنه. یک عمری بدون اعتقاد به خدا و باور و دین زندگی کرده. درست. میاد هواپیمای سوار میشه، از یک کشوری میره به کشور دیگه. یک دفعه در هوا مشکلی برای این هواپیما وجود میاد، موتور هواپیما دچار مشکل میشه، دچار سانحه میشه، صاعقه میزنه به گوشه از این هواپیما میخوره، نصف بار کنده میشه، یک مشکلی پیش میاد. خلبان میگه آقا وضعیت به حدی به هم ریخته است که دیگه هیچ امیدی برای نجات نیست. خوشبینانه ترین حالت اینه که ما بتونیم با این وضعیت خودمون رو بندازیم در دریایی که نزدیک ماست، در اون آب، که اونجا هم دیگه بعدش هر چی شد دیگه. اینجاست که یک دفعه انسان احساس میکنه که نیاز داره به یک نیرویی که کمکش کنه. اینجاست که همون کسی هم که ملحد منکر وجود الله تعالی است، اینجا با تمام سلول بدنش احساس میکنه که یک نیرویی هست که میتونه الان در این آسمان این هواپیما رو کنترل کنه. یک نیرویی هست. در کشتی داره میره، طوفان میاد، موج از این طرف، یک موج از اون طرف میاد، تمام امیدش به عقلش، به تکنولوژیش، به توانایی‌هاش، به هواپیما و هلیکوپترش قطع میشه و جونم خیلی عزیزه. ما انسان‌ها خیلی جونمون رو دوست داریم. جان بسیار عزیزه. وقتی انسان در جایی میرسه که واقعا امیدش از همه جا قطع میشه، اون موقع یک نیرویی هست که انسان رو فریاد میزنه که بیا این طرف. خود به خود وجود من، هر انسانی خود به خود وجود انسان رو میکشونه به اون سمت. وقتی که عزیز انسان روی تخت بیمارستانی افتاده و خیلی هم دوستش داره آدم، همسر انسان، پدر و مادر انسان، فرزند انسان، دوست انسان، و پزشک‌ها قطع امید میکنن ازش، میگن دیگه امیدی برای زنده موندنش نیست. در اون قوانین پزشکی که ما برای خودمون در دانشگاهمون تدریس میکنیم، احتمال زنده موندن این شخص صفره. اونجاست که انسان هنوز ناامید نیست. اونجاست که انسان ولو اینکه یک عمرم نماز نخونده، به خدا هم باور نداشته، اونجاست که احساس میکنه یک نیروی هست. یک جای صحبت یک پزشکی رو، جراح مغز بودشون، و صحبتش رو گوش میکردم، خیلی برام جالب بود. ازش پرسید یک مجری تلویزیون که شما در حال از جراحایی بود که در دنیا مقام داره، چندمین مقام رو در دنیا داره، معروف است، یعنی نصف عمرش این سر دنیاست، نصف عمرش اون سر دنیاست. گفت شما با توجه به اینکه به هر حال جراحی مغزم کار آسون نیست، شده که در اتاق عملت نتونی از عهده یک مشکلی بر بیای؟ گفت من بارها جراحی‌هایی که انجام دادم
به یک نتیجه همیشه رسیدم که وقتی من میرم بالا سر مریض، این من نیستم که اونجا تصمیم میگیرم، کسی دیگه است که تصمیم میگیره. گفت چطور به این نتیجه رسیدی؟ گفت خیلی وقتها از لحاظ پزشکی تمام موارد پیش بینی شده، آزمایش ها، عکس ها، همه چی مرتبه که این عمل 95% موفقه. اما وقتی که رفتیم در اثناء عمل به اتفاقاتی برای ما پیش اومده که اصلا نمیتونستیم تصورش رو بکنیم و در فکر ما هم نمیومد به اون 95%، چون 5% به این 95% غالب شد از دنیا رفت. عملی بود که شاید 10% هم امید موفقیت نداشت، رفتیم و به راحتی دیدیم خود به خود مشکل طوری حل شد که ما موندیم که چطور حل شد. این همونیه که پشت در بیمارستان اینجا که پزشک داره کار میکنه روی مغزش و امیدی به زنده موندن نیست، اون پشت یک کسی میره دست بلند میکنه. اینو قرآن برای ما خیلی زیبا معرفی میکنه. قرآن وقتی که کتاب الله است، الله تعالی بندهش رو وقتی که خلق کرده میفهمه که کجای این بنده چه وقتی این قلبش حرکت میکنه. غرور، تکبر، شهوت، مال، فرصت‌های دنیا چنان ما رو غافل میکنه که خیلی وقتها ما از روی غرور میگیم خدا نیست، از روی تکبر میگیم خدا نیست. اما وقتی غرور آدم میشکنه، وقتی که این شهوت‌ها تمام میشه، وقتی که انسان در اوج بیماری و مریضی میفته، یه گوشه‌ای، یک جای گیر هیچ میده، کسی یک جای دیگه هیچ امیدی برای زنده موندن نداره، لبه پرتگاست، میدونه که هیچ راهی نیست. اونجا که به اوج ضعف و ناتوانی خودش اعتراف میکنه، اونجاست که دیگه دست بلند میکنه. همسایه‌ای داشتیم، پیرمرد بود، 70 سالش بود و یک روزی گفتن بیا بالا سرش یک دعای بخون، صحبت کن، خیلی ناامیده. رفتیم پیشش و باهاش صحبت میکردیم، گریه میکرد. پزشکان جوابش کرده بودن، خانمش نگفته بود بهش و به هر حال افتاده بود در بستر بیماری. در جوانی هر کاری که دلش خواسته بود کرده بود. هر آن چیزی که در ذهن شیطان میشه تصور بکنه انسان، که شیطان چه چیزایی تصور میکنه، این عمل کرده بود، عملی. اینجوری گفتن به من که یعنی این آقا اینجوری بوده زندگیش. بعضش هم خوب بود. از اروپا و آمریکا هم کشور و شهری نبود که در جوانی نرفته باشه و کاری نبود که نکرده باشه. الان رسیده به سن چند سالگی؟ 70. الان رسیده به چی؟ نه از اون جوانی خبری هست، نه از اون ثروت پول خبری هست، نه از اون غرور و تکبر و شهوت خبری هست. نشسته بود. من همینجوری به اقتضای اینکه توی شناسنامه‌اش نوشتن بچه مسلمون بود دیگه. بالا سرش نشستیم و شروع کردم به یک سری صحبت کردن ها. گریه کرد. گفت میترسم. گفتم از چی میترسی؟ گفت از آینده‌ام میترسم. از بعد از مرگم میترسم. از اینکه چی بشه. بهش گفتم یک چند تا دعا خوندم بالا سرش، رقیه شرعی بود و اون شبش خیلی آروم خوابیده بود. باهاش صحبت کردم، دلداری دادم بهش. فرداش گفتن باز بیا. فلانی صدات کرد. رفتم. گفت چی خوندی دیشب بالا سر من که قد آروم بودم؟ گفتم بخون، خودت هم میتونی بخونی، خیلی راحته. گفت چی بخونم؟ گفتم سوره حمد بخون. باور میکنید جوابی داد که تن من لرزید. موندم چی بهش بگم. گفت سوره حمد چیه؟ گفتم الحمدلله. گفتم والا شاید اسمشو بلد نیست. گفتم همین الحمدلله رب العالمین، همین بخون. باور میکنید که حرف نزد با من، با اشکش صحبت کرد. خانمش گفت بلد نیست بخونه. 70 سال سوره هم بلد نیست بخونه. 70 سال این آقا نماز نخونده. آخرش باید اعتراف کنی. هر کسی که از الله متعال دور باشه آخرش باید اعتراف بکنه که الله هست. میرسه به این درجه میرسه. ولی اینکه فرعون باشه. در لحظه غرق شدن چی گفت فرعون؟ گفت من ایمان آوردم به همون خدایی که بنی اسرائیل بهش ایمان آوردن. مسئله ایمان به الله تعالی مسئله وقت فقط. همه ما انسان ها این که به الله تعالی ایمان داشته باشیم و نداشته باشیم فقط مسئله ما مسئله وقته. یکی الان ایمان میاره زودتر، یکی آخرین لحظه ایمان میاره، یکی وقتی ایمان میاره که فرشته مرگ میبینه که دیگه فایده نداره اون موقع. این ندای چیه؟ اینو ما بهش میگیم فطرت. اینو ما بهش میگیم اون قلبی، اون نیرویی که الله متعال در وجود انسان میذاره از وقتی که به دنیا میاد. این اون
برنامه ریزی که کارخونه اصلی که انسان رو خلق کرده، که صاحب کارخونه الله تعالی است، در وجود انسان گذاشته که این هر وقت یک دفعه اگر خودش رو ریستارت بکنه، فرمت کنه خودش رو، دوباره برمیگرده به حالت عادی. اما خیلی وقتا ما چنان مشغولیم به زندگی دنیا، به شهوت‌ها و لذت‌ها، که یک زوری باید ما رو برگردونه. الله متعال می‌فرماید که در آیات مختلف یکی از نشانه‌های وجود الله متعال و از مهمترین نشانه‌های وجود الله متعال اینه که انسان خودش اعتراف میکنه در سختی‌ها، در مشکلات، در مصیبت‌هایی که دیگه به حد پایان میرسه، دیگه راهی نیست برای فرار، دیگه این آخرشه، دیگه کم میاره، دیگه اونجا میشکنه انسان. اون موقع هر کسی اعتراف میکنه که کسی هست، یک خالقی هست. این ندای فطرته، ما اسمش میذاریم فطرت، ضمیر اصلی و پاک انسان که در وجود انسانه. یکی از دلایل وجود الله متعال فطرت انسانه که هر انسانی در ذات خودش به این اعتقاد میرسه یک روزی، بله طرف یک روزی به هر حال الان دچار مشکله، دچار شهوت، غلبه کرده شهوت بر اون، غرور بر اون، تکبر بر اون، مال دنیا و حب جاه، حب مال، مشکلات مادی، مشکلات روحی، مشکلات جسمی، و این رو اعتراف نمیکنه. اما همه ما خدا رو کجا میشه شناخت؟ خدا رو در دریا وقتی که انسان داره غرق میشه، خدا رو در هواپیما وقتی بهت میگن هواپیما داره سقوط میکنه، خدا رو پشت اتاق در اتاق عمل وقتی که میگن بچه‌ت هیچ امیدی برای زنده موندنش نیست. اون موقع هر کسی که باشه، همینی که تا دیروز مسخره میکرد نمازگزارا رو، میگه مسجد کجاست؟ دنبال چی میگرده؟ دنبال خدا میگرده. این ندای فطرت، اولین دلیل بر اثبات وجود الله تعالی. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني